اینو تو توییتر خوندم. دوستم نامزد کردم. دختره گفته که من حلقه بریلیان دوست دارم. نصفش هم خودم میدم. چرا همچین گویی خورده والا منم نمیدونم. پسر گفته من طلاق ساز آشنا دارم. خرید و آورده. دختره فهمیده که حلقه حلال نیست، بریلیان هم نیست. آناناس. حالا فکر کنید جدا شدن؟ ازدواج نرفتن کانادا. الان کانادا پسره میشینه به تلویزیون، کل فعالیت روزمره نامی منطقه ایکس باکس بازی کردن، تلویزیون دیدن. بعد دختره رو از اون بخوره بخواب کارم خدا نگهدارم. من حامله از اون. چرا تو حامله شدی؟ آقا ناراحت شده. گفت چرا دوقلو؟ ما اصلا تو خانواده‌ام دوقلو نداشتیم که. وقت ترکش کردم. اوزیگر. حالا چرا دختره اینطوری شده؟ دختره نوشته بود دوستم دکترا درس خونده ولی همیشه مادرش بهش میگفت که نخند یا میخندیدش میشه موقع پهن میشه. کاری که اکثر پدر مادرها بچه‌هاشون میکنن. بدونن که اون چیزی که میگن چقدر روی بچه تاثیر داره. میگن زمان ما تراپی نبود، تراپی نمیرفتیم. آره معلومه از تربیتتون.